بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر رضا پوتوی اردکانی هستم، متخصص فناوری‌های زیستی و کارشناس تضمین کیفیت در آزمایشگاه. امروز 12 بهمن 1403 در حال انجام تست آمونیاک بودیم که بنده به این نکته توجه کردم که دوستان رو در جریان این که وقتی ما می‌خوایم یه تست آزمایشگاهی رو بذاریم چه کنیم که به عددی که از این روش انجام آزمایش میاد بیرون اعتماد کنیم. برای انجام پاسخ به این سوال و انجام این تست و هر تست دیگه، مثلا همین تست آمونیاک در آبزی پروری و آبهای پرورش ماهی و میگو، ما میتونیم کیت های مختلفی از بازار خریداری کنیم با فاصله اطمینان و محدوده خوانش های مختلف که اگر از تولید کننده اون محصول سوال کنیم یا کاتالوگ های اون محصولات رو با جزئیات مطالعه کنیم که متوجه میشیم که بله، ما هر محصولی که میخوایم خریداری کنیم بسته به این که روش رو کمی بذاریم، کیفی بذاریم یا نیمه کمی بذاریم، میتونیم چیکار بکنیم؟ کیت های مختلف در محدوده خوانش مختلف رو انتخاب کنیم. مثلا کیتی هستش از شرکت واحد که داره آمونیاک رو به روش کیفی اندازه گیری میکنه، یا اینکه محدوده خوانشی که ما استفاده کردیم برای روش مثلا نسلر از محدوده 2 صدم تا 2.5 رو برای ما اندازه گیری میکنه که بعد از اینکه ما دستورالعمل خوندیم میتونیم استانداردهای اون رو تهیه کنیم، روی دستگاه اسپکتروفوتومتر ستاپ کنیم و با ریاجنت هایی که دارن تست رو انجام بدیم. اما پس اولین نکته که ما محصول کیتی که خریداری میکنیم معتبر باشه، محدوده خوانش ما رو ساپورت کنه و امکانات اندازه‌گیری اون رو که داشته باشیم. دومین کاری که باید انجام بشه مسیر 4 تایی تا رسیدن به جواب معتبر رو ما طی کنیم. همونجوری که خدمت دوستان توضیح دادیم، برای اینکه ما به یک جواب آزمایشی که به روش کمی، کیفی یا نیمه کمی انجام میشه اعتماد کنیم، باید یک مسیری رو در راه انجام این تست ها بریم. یک، ستاپ کردن یا راه اندازی، یعنی ما طبق دستورالعمل و ساختن استانداردها بتونیم چیکار بکنیم؟ با توجه به امکانات و تجهیزات و دستگاهی که داریم به یک عدد مشخصی برسیم. مسیر دوم بهینه سازی کردن یا اپتیمایز کردن هستش. در حقیقت اون جواب رو یک بار دیگه بالا پایین میکنیم، برمیگردیم به عقب و اگر نیاز شده تست ها رو تکرار میکنیم تا عددها از نظر تکرار پذیری و دقت مورد تایید ما قرار بگیره. مسیر سوم مسیری هستش که ما جوابها رو کنترل کیفی و ولید میکنیم، یعنی ضمن اینکه استانداردها رو داریم عددهای دیگر رو هم در کنار اون مقایسه میکنیم و با تکرار پذیری صحت تستمون رو چیکار میکنیم؟ برای چندمین بار با توجه به محدوده خوانش و قدرت انجام واکنش کیت هامون انجام میدیم و در مسیر آخر که مسیر وریفیکیشن یا تایید هستش رو به یک مرجع ذی صلاح دیگه نمونه هامون رو میتونیم بدیم تا اینکه وریفای یا در حقیقت تصدیق شود. این 4 مسیر که طی میشه، روش ما در حقیقت قابل اجرا و قابل اعتماد و اعداد اون رو ما میتونیم مستند کنیم و قابل تکرار از لحاظ تکرار پذیری، یعنی دقت تست، و از لحاظ صحت هم مورد تایید قرار میگیره. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و در انتخاب محصول و مسیر کنترل کیفی و رسیدن به جواب قابل اعتماد بتونید که از اون استفاده کنید. همه شما را به خدا میسپارم. راضی و پرروزی باشید.